دادگاه پرونده‌های جنایتی نوعی میرآباد شهر تاشکند پایتخت ازبکستان روز 19 مارس سال 2024 سلیم عبدوولیف معروف با لقب سلیم بویبچه یک شخصیت خیلی پرنفوذ در کشور را به 6 سال زندان محکوم کرد. سلیم بویبچه که 74 سال دارد و در برابر غفور بویبچه یکی از سلطان‌های مافیای ازبکستان و همچنین یکی از سران از همه معتبر عالم جنایی آسیای مرکزی شمرده میشد، رسما از سال 2017 معاون رئیس کمیته ملی المپی و رئیس فدراسیون گوشتین ازبکستان بود. برای سهمش در رشد ورزش سلیم بویبچه سال 2015 با اردن دوستلیک سرفراز گردیده سال 2021 صاحب عنوان مربی شایسته ازبکستان شده است. تلگرام کانال دادگاه شهر تاشکند خبر داد که دادگاه نوعی میرآباد سلیم بویبچه را بر اساس قسم دوم ماده 248 کودکس جنایتی ازبکستان در گردش غیر قانونی سلاح گناهکار شناخت، ولی اتهام قاچاق را به سبب گذشتن از مهلت دعوا از عیبنامه او پاک کرد. در اطلاع رسمی گفته می شود که سلیم عبدوولی فرصت دارد که از حکم دادگاه شکایت برد. نظر او و ادوکاتش برای حکم صادر شده معلوم نیست. سلیم عبدوولی هرچند رسما نفقه‌خوار بود و در سوی جمعیتی در مقام‌های رهبری کمیته ملی المپی و فدراسیون گوشتین ازبکستان کار میکرد، ولی در اصل یکی از چهره‌های خیلی پرنفوذ در عالم جنایی تاشکند و ازبکستان و تمام منطقه آسیای مرکزی دانسته میشد. در مکاتبه‌های دیپلماتی آمریکا از سال 2006 که ویکیلیکس نشرشان کرده بود، سلیم عبدوولی همچون سلطان مافیای تاشکند معرفی میشد که بر اساس این منبع به خرید و فروش منصب‌های رفغنیم و قراردادهای نیز پرفایده دولتی مشغول بود. سلیم بویبچه در اول ماه دکامبر سال 2023 در چارچوب یک عملیات ویژه ضد سران عالم جنایی که مقامات ازبکستان آن را 40 روز دولوزرب نام داده بودند دستگیر شد. در جریان این معرکه مقامات ازبکستان دهها نماینده پرنفوذ عالم جنایی را دستگیر و به مهلت‌های مختلف روانه زندان کردند. در ولایت سمرقند مقامات 47 عضو گروه‌های جنایی را که کوشش می‌کردند به محیط اجتماعی تاثیر منفی رسانند بازداشت کردند. 25 نفر آنها با حبس مأموری خلاص خوردند، ولی نسبت 6 نفرش پرونده گشودند.